سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. مرحله 1/4 چمپیونز لیگ تموم شد. این هفتهش دوره رفت. تقریبا همه چی همون جوری بود که پیش بینی میشد، به غیر از یه بازی آرسنال رئال مادرید. یه رئالیا بدجور باختن، 3-0 باختن به آرسنال تو بازی رفت. بعد ببینیم که تو بازی برگشت میتونن رئالیا جبران بکنن یا نه. قبل از این کارو زیاد کردن، ببینیم که امسال هم میتونن از صد آرسنال عبور کنن و برن بخورن به برنده بازی اینتر و بایر مونیخ. میشه گفت مهمترین اتفاق مرحله رفت 1/4 چمپیونز لیگ اون دوتا گل خوشگل دکلان رایس به تیبو کورتوا بود که کار رئال خیلی سخت کرد، هم تو بازی رفت هم تو بازی برگشت. رئال کار خیلی دشواری رو دارن برای اینکه بتونن از صد آرسنال عبور بکنن و آرسنالیایی که 3 تا گل زدن و با خیال راحت میتونن برن به برنابو. اما کاری با نتیجه بازی نداریم. میخوایم بررسی بکنیم خوشگل‌ترین و قشنگ‌ترین گلایی که از روی ضربه ایستگاهی زده شده توی تاریخ چمپیونز لیگ. بریم سراغ قدیمی ترا. اولیش گل رونالد کومان هلندی تو لباس بارسلونا، یکی از ایستگاهی زن‌ترین مدافعان تاریخ فوتبال بود. رونالد کومان هلندی که عضو نسل طلایی تیم ملی هلند هم بود که قهرمان جام ملت‌های 1988 شدن و توی بارسلونا هم که عضو تیم رویایی یوهان کرایوف بود. این گل خوشگل زدش به اسپارتاک مسکو که میگم حالا بازم ضربه ایستگاهی زیاد زده رونالد کومان که تبدیل به گل شده، ولی شاید میشه گفت که تو چمپیونز لیگ خوشگل ترین گلی که رونالد کومان زده همین گلش بود. نفر بعدی هم بازی هلندی دیگه است، فرانک دیبوئه توی لباس آژاکس که همون سالم قهرمان شدن. این گل خوشگل رو زد فرانک دیبوئه که خیلی قشنگ، اصلا انگار داشت مثلا توی محلشون بازی می‌کرد و همچین گلی زد. خیلی ساده ولی چه کاتی برداشت توپ فرانک دیبوئه. تو همون سالم تونستن با برد در برابر میلان قهرمان چمپیونز لیگ بشن. نفر بعدی الکساندر دل پیرو دوست داشتنی، چه گلی زد، چه ایستگاهی زد، فوق العاده بودین. دل پیرو دوست داشتنی، یعنی حتی هواداره تیم‌های رقیب هم دل پیرو رو دوست داشتن و این گل خوشگل به موناکو زد توی دلالپی. اون سال هم فکر کنم تا فینال رفتن از رئال باختن، یکیش از رئال باختن و نایب قهرمان شدن. گل میهایلوویچ. 99% این توپایی که از اینجا میره تبدیل به گل میشه، حالا میخواد ضربه ایستگاهی باشه یا هر چیز دیگه‌ای، به نظر من شانسیه. بازیکن میخواد توپو سانت کنه روی دروازه، اتفاقی میره توی گل، حالا اشتباه گلر، مدافعاست، هر چی که هست. اما این گل من نمیتونم بگم شانسی بوده چون میهایلوویچ پشتش بوده. این پیتر اشمایکله، ولی خب اینم کارلوسه. یعنی به اشمایکل اینجوری گل بزنی به هر گلر دیگه‌ای میتونی گل بزنی. اصلا یه رو بعد فهمید اشمایکل چی شد و یه دایوی همینجوری برای دل خودش بس و اصلا قیافه معلومه خرشوته این روبرتو کارلوس. بازم دیبوئه، این بار تو لباس بارسلونا. فرانک دیبوئه هلندی این گل خوشگل رو زد. هر چقدر گلر کش اومد نتونست این توپو بگیره. از اون توپایی بود که واقعا شاید 2 تا گلرم تو دروازه بودن نمیتونستن بگیرن. دل پیرو سال 2001-2002 این گل ایستگاهی خیلی خوب زدش به سلتیک، انصافا خوب زد. یعنی هم محکم هم فنی. یا خدا شما دیوار دفاعی فقط ببینید داور رو. اینم که دیگه خوش استایل ترین ایستگاهی زن تاریخ و همچین گلی به ایکر کاسیاس. بی‌نظیر بودین. دیوید بکامی که همون تیپ و استایلش باعث شد خیلیا منچستری بشن. اینم آخرین بازی دیوید بکام برای منچستر یونایتد توی UCL بود. و اما جونینیو پرنامبوکانو برزیلی و این شوت بی‌نظیرش به کی؟ الیور کان. چه بلایی سر الیور کان آوردین. جونینیو خیلی عجیب غریب ضربه ایستگاهی میزد، خیلی خوشگل زد. این شوتش هم یکی از گلای بی‌نظیر چمپیونز لیگ. بازم جونینیو این بار از فاصله دورتر محکم. اصلا عجیب بودین. جونینیو واقعا هر جا ایستگاهی میشد این گلش میکرد. یعنی بعضی از بازی‌ها رو من میگفتم این دیگه از اینجا دیگه نمیتونه، همونو میکرد تو گل. خیلی خوب ایستگاهی میزد جونینیو. اینم پیرلوی
2005 2006 کجا زد، چقدر تمیز و خوشگل زد پیرلو این ضربه ایستگاهی. و آخرین سالای خوب میلانیا توی UCL اون سال قهرمان نشدن، ولی سال بعدش اومدن انتقامشون از لیورپولیا گرفتن و آخرین قهرمانی میلانیا تو چمپیونز لیگ بودش. این گل هم از آلمریدای پورتو به نظرم خیلی خوب بود، خیلی خوشگل زد. اصلا معنی شوت سرکش یعنی این. تو جوزپه مئاتزا به اینتر، به جولیو سزار همچین گل خوشگلی رو زد. هر کس دیگه تو فوتبال میخواد هر لقبی که دوست داره برداره، ولی یه جادوگر باید بمونه برای رونالدینیو. واقعا بی‌نظیر چی نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم که شاهکار رونالدینیو رو ببینید در برابر وردر برمن که بی‌نظیر بود. این بشر هیچ بازیکنی رو دستش نبوده، نیست و نخواهد آمد. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. رسید به دوران رونالدو و مسی که البته رونالدو خیلی بیشتر از لیونل مسی توی چمپیونز لیگ گله خوشگل ایستگاهی زده. این گل رونالدو هم تو لباس منچستر یونایتد به تیم سابقش تو اولترافورد به اسپورتینگ لیسبون بود که خیلی خوب زد. رونالدو شاید به نظر من تو بهترین سالای دوران فوتبالش بود. اون سال هم قهرمان شد منچستر یونایتد و بازم همون همیشگی الکس ال پیرو تو آخرین روزهای فوتبالش یوونتوس این گل نازو زد به زنیت و خوشحالی رانیری روی نیمکت بانوی پیر. الکس برزیلی چلسی لیورپول سال 2008 2009 چی زد، خیلی محکم زد الکس. یعنی فکر کن شما لمپارد اونجا باشه، بالاک اونجا باشه، حتی دروگبا هم خیلی خوب ضربه ایستگاهی میزد، دادن که الکس بزنه. حتما چیزی دیده بودن توش که دادن اون بزنه و اینجوری تبدیل به گلش کرد الکس. و این هم یکی دیگه از اون ایستگاهیایی که باید گفت 90% شانسیه، ولی واقعا میشه گفت که اصلا جونینیو شانسی نزد. یعنی همین که اسم اون پیرن پشت اون لباس نوشته جونینیو، این مسئله رو رد میکنه که ایشون شانسی توپو کرده تو گل. خیلی خوب زد به بارسلونا، چه بلایی برد سر ویکتور والدز. رونالدو بی‌نظیر. یعنی واقعا از اون فاصله با اون زاویه، من داشتم بازی رو نگاه میکردم، امکان نداشت من فکر کنم که این میخواد از اونجا توپو بکنه تو گل. بعدیش هم باز رونالدوه، از یه زاویه خیلی سخت رونالدو تونست توپو تبدیل به گل بکنه. اینم باز رونالدو ندیگه، این بار نوبت مسعود اوزیله. همین که کنار رونالدو وایسی نذاری اون ضربه ایستگاهی رو بزنه و خودت بخوای ضربه ایستگاهی رو بزنی، خودش یه دنیا استرس، اگه گلش نکنی بیچارت میکنه همون رونالدو. ولی انقدر خوشگل مسعود اوزیل اون ضربه ایستگاهی رو تبدیل به گلش کرد. بعدی رونالدو، بازم کریستیانو رونالدو جلوی بایر مونیخ توی آلیانس آرنا و این گل خوشگلش به مانوئل نویر خیلی خوشگل بود خودش. اصلا نمیشه، حالا مسی فنید، رونالدو فنید، هرچی که هستین، به نظر من این گل هم که از گلای خیلی 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 خوب کریستیانو رونالدو توی چمپیونز لیگ بود، در کنار دیگر گل‌های محشر رونالدو توی چمپیونز لیگ که باعث حذف باواریایی هم شدش. بازی بارسلونا پی اس جی، یه شب رویایی، این گل رویایی از نیمار توی یکی از بهترین بازی‌های تاریخ، نمیتونم بگم فقط فوتبالی، که از بهترین شبای ورزش بود اون شب. بارسلونایی که یه کامبک عجیب غریب به پی اس جی زد و رفت مرحله بعدی. نفر بعدی هم یه بارسایی نوبتی هم باشه، نوبت لیونل مسیه که خیلی شبای خوبی تو یو سی ال داشته، خیلی گلای عجیب غریبی زده توی چمپیونز لیگ لیونل مسی، ولی با اختلاف بهترین ضربه ایستگاهی که توی چمپیونز لیگ زده همین بوده که فوق‌العاده زد، بی‌نظیر زد، به آلیسون زد. گل چهارم بارسلونا به لیورپول که هر چقدر خوشگل بود شاید برای هوادارهای بارسلونا بعداً تلخ شد، حتی برای خود لیونل مسی با اون کامبک عجیب غریبی که توی آنفیلد خوردن. نفر بعدی لروی سانه از تو لباس منچستر سیتی این ضربه ایستگاهی رو زدش به تیم سابق خودش شالکه. خوشحالی هم نکرد و اینجا خوشحالی زینچنکو و پپ گواردیولا. کات عجیبی داد به توپ
لروی سانه. این از اون گلاست که من فکر می‌کنم بیشتر شانس بود تا اینکه حالا بازیکن بخواد بزنه توپو مستقیم به سمت دروازه، که نمیدونم چرا. شاید یه پشت اون پیرن مثلا نوشون رونالدو یا جونینیو یا میهایلوویچ، هر بازیکن معروف دیگه‌ای این حرفو نمیزدم، ولی نمیدونم چرا احساس میکنم که به قصد چارچوب نزد، می‌خواست توپو سانت کنه روی دروازه که رفت تو دروازه تیبو کورتوا. رئال هم خوب ایستگاهی خوردن، قشنگ فکر کنم 50-60% این گلایی که الان من نشون دادم به رئال مادرید بوده. البته خب جام هم خوب گرفتن دیگه. برخلاف گل قبل، اینو هیچ کس نمیتونه بگه شانسی بود، خیلی خوب زد واقعا، کم به قصد چارچوب. دیبالا این شوتو زد و تبدیل به گلش کرد. میگم این برخلاف قبلی به نظر من هیچ جوره نمیتونه شانسی باشه، چون اصلا مشخصه به قصد چارچوب زد با اون قدرت پائولو دیبالا. آخرین گلم که برای هاکانه که اونم میشه گفت اصلا با همین ضربه ایستگاهی معروف شد. هاکان چانهانوغلو با اون گلی که توی اشتوتگارت نبود، توی هامبورگ بود، لباس هامبورگ بود، توی هامبورگ زد اون گلو که معروف شد، بعد رفت اشتوتگارت، اومد میلان، بعد اینتر. امسال این گل خوشگل در کنار دوتا گلی که دکلان رایس زدش این فصل، میشه گفتش که بهترین و خوشگل ترین گله از روی ضربه ایستگاهی بودن. حالا به نظر شما گل دکلان رایس واقعا از همه این گلا خوشگل‌تر بودن یا نه فقط همین که 2 بار تونسته توی بازی گل بزنه و اونم به رئال مادرید از روی ضربه ایستگاهی، این منحصر به فرد میکنه دکلان رایس؟ هر صورت دوست دارم که نظر شما رو هم بدونم. کامنت کنید بگید که کدوم از این گل از همشون بهتر بوده، شما بیشتر باهاش حال کردید و به نظرتون عجیب غریب تر بوده، و تأثیرات حالا هواداریتون هم بذارید کنار. دمتون هم گرم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، نظرتون هم بنویسید و اینکه مواظب خودتون باشید. تا برنامه بعدی، فعلا خدا.